در شهر اکاترینبورگ روسیه ملتگرایان از سازمان روسکای اپشن اکاترینبورگ در پیش چشم کارمندان پلیس میوه و سبزیجات از دکانهای مهاجران بازداشت شده را به رهگذران تقسیم کردند، ولی پلیس این تلف و تاراج مال و محصولات مهاجران را نادیده گرفت. روز 8 آگوست سال 2024 در جریان رید مشترک پلیس، روسپاتربنادزور و سازمان ملتگرای روسکای اپشن اکاترینبورگ در دکانهای میوه و سبزیجات فروشی مهاجران در ناحیه راه آهن شهر اکاترینبورگ، ملتگرایان با استفاده از فرصت به رهگذران پیشنهاد کردند که از دکانهای بی‌صاحب مهاجران بازداشت شده چقدر که زورشان میرسد میوه و سبزیجات بگیرند. این عمل در واقع تلف و تاراج نام دارد، ولی کارمندان پلیس در جای حادثه حضور داشته و این تلف و تاراج در پیش چشم آنها رخ داد، این کار را یک چیز عادی خواندند و دخالت نکردند. یک کارمند پلیس در پاسخ به سوال خبرنگار که این تلف و تاراج تا کجا قانونی است گفت این یک کار عادی است، اما در پیش دوربین کامera او زبان خواهید که گویا در آن طرف راه قرار داشت و چیزی را ندیده است. این افسر پلیس بازم گفت که این تلف و تاراج نیست، اگر شما تلفن را گم کرده باشید این دزدی حساب می شود. گفت این خادم قانون رهگذرانی که میوه و سبزیجات بی‌صاحب مانده را از دکانهای مهاجران به خلطه‌های خود بار می‌کردند به سوال ژورنالیستان پاسخ دادند که به آنها نمایندگان روسکای اپشن اجازه دادند که میوه و سبزیجات را از این دکانها بردارند. آنها گفتند که نفقه‌خواران می‌توانند از این دکانها میوه و سبزیجات بگیرند، اگر آنها اجازه نمی‌دادند ما نمی‌گرفتیم. بدون یگان احساس شرم گفت زنی که چندان به نفقه‌خوار مانند نبود ولی خلطه‌اش را پر میوه کرده بود. مثل او در بین آنهایی که دکانهای مهاجران را طلب و تاراج می‌کردند زن و مرد خیلی جوانتر از سر نفقه کم نبودند. لازم به گفتن است که نفق ژورنالیستان بلکه شماره از ساکنان محلی نیز کوشش می‌کردند تا مردم را به انصاف دعوت کرده مانع طلب و تاراج دکان‌ها شوند. در همین حال نتیجه‌های رید برای برگزار کنندگانش چندان روسرخ کننده نبود. از 9 مهاجر دستگیر شده کارمندان پلیس تنها در اسناد یک نفرش مشکلات پیدا کردند و باقی مانده را مجبور شدند جواب بدهند. این بار اول نیست که پلیس اکاترینبورگ ملتگرایان را به ریدهای ضد مهاجران جلب می‌کند. هفته گذشته روز 3 میول پلیس همراه نمایندگان روسکای اپشن دکان‌ها و آشخانه‌های مربوط به مهاجران را تفتیش کرده بودند. روسکای اپشن در کانالش در تلگرام نوشت در آشخانه‌های مهاجران پرتوف، لطه‌های چرکین، گوشت بو گرفته و تا ترکم پیدا کردند. ملتگرایان گفتند عین احوال را آنها در دکان‌های میوه و سبزیجات شاهد شدند. در ماموریت ناحیه راه آهن اکاترینبورگ گفتند که ریدها به ضد مهاجران را در آینده باز هم ادامه و حتی وسعت خواهند داد، اما روشن نیست که در کدام اساس در اکاترینبورگ در این ریدهای ضد مهاجران ملتگرایان از جمله از روسکای اپشن جلب کرده می شوند. قبلا والی کشور پریموری روسیه از تشکیل دروژین‌های مخصوص از حساب سابقه‌داران جنگ ضد اوکراین و سازمان‌های ملتگرا برای گذرانیدن ریدها به ضد مهاجران در منطقه شرق دور خبر داد. رهبر پلیس ولایت مسکو باشد دعوت کرده است که سیمای این ولایت را سفیدتر کنند. منظور گنرال روس البته از مهاجران پاک کردن قلمرو ولایت مسکو بود.